باشه و به هر حال موقع بارندگی هم بیمار بیان مراجعه کنند به مراکز درمانی اعلام بشه، واقعا به صورت شفاف گفته بشه مردم که دلیلش چیه و همچنین به صورت مجدانه توجیه بکنن جلوی انتقال آب و صابون رو بگیرن، چون واقعا از لحاظ زیست‌محیطی، از لحاظ بهداشتی، از لحاظ واقعا نیاز به آب ما مشکل والا فعلا من این برگه که گرفتم توصیه ملازم فرمایی در مورد پررزیم هست و اکثر شعارهایی که من اینجا آمدم دیدم حول موضوع کارون جمع کنیم تا قانون مجاز از دست کسایی که میخوان آب شده تمام ما يظهرون ما اینجا وایسادیم تا آخر هم میوازیم همینجا وایسادیم میخوام به ما کمک کنن یا نکنم ما هستیم بریم جلو آقای جلوی مبارد شباب تكون عباس يلا في كلام اینو برو میخواد صحبت برو نفت نشته آبم دارم میبرم پتروشیمی میبرم چی مونده واسه گندم هفت نشکر هفت چی مونده واسه این خاک همه ما بیکاریم این آب باید اینجا بمونه این آب حق من و بچه من و نوه‌های آتی منن با این خوش شدن این رودخونه هیچی واسه من نمیمونه من دیگه با چه امیدی بخوام ادامه بدم زندگیمو خواهش میکنم تعرف قاعد شد هو يظهرون انت كلك كم انت هم الحكي داریم هم از نظر آب هم تامین آب و هم بهداشت و هم بهداشت شما که دیگه بیشتر می‌دونید. شعارتون چی بودن؟ هارون زنده هارون حیاتنا و مماتنا نوشتیم. حرفتون با مسئولین چیه؟ حرفتون با مسئولین؟ خب این آب رو برای ما نگه داره نه اینکه ببرن کار جوهری دست من شما چطور؟ منم حتی ندارم همین که من نوشتم كلام نشوف كان ما يظهرون لا لولا كلها حتى عربي آقا بذار به زبان عربی هم آره صحبت کنیم من حرفی ندارم لا بابا همین فارسی پخش کنن خوبه آقا کسی اگه حرفی داره بذار صحبت کنه آقا این میکروفون آزاده باشه ما پخش میشه نه پخش میشه آقا اینجا آقا این زن مقابل الواحد بس يوقف كفايه
تمام این فاضل آبان میشن هوای آلودگی و پاک و میکروب غذاهای بچه های ما نوه‌های ما من ندم وقت حالش بد شد خودم بلند بچه حاج آقا تمام میگه خانواده ما همه مریضی تنگ نفر به خاطر این آلودگی اهواز این کارخونه‌هایی که اصلا یه فیلتر نمیذارن جلو اینا رو بگیرن چرا باید مردم اهواز اینقدر بی سرصحاب باشه کسی نیست به داد مردم اهواز برسه مگر مردم اهواز که گناهی کردن پسرم باید شما اینجا دارین زندگی میکنین خود شما باید فکر خانواده خودتون باشین آخه تمام این راه میریم از خونه تمام این خیابون آب فاضل آب اون موقع سال 61 یک کانال کشیده بودم به خاطر کم کارخونه الان شما حساب کن هر آپارتمانی شده چقدر چند طبقه شد آقای شهردار ما فقط فکر جیب خودش نباشه تمام این پول جیب میزنه آخه این نباید راه باشه نباید کانال بکشن این راه آبای فاضل آبای اهواز راش باز باشه این بره درخواستون رو نخدیم که خواهش میکنم مسئولین به فکر خودشون باشن خود شما که داره زندگی میکنه بسیارم خیلی ناجوره از آلودگی هوا و زمین یعنی تمام آلودگی آب تمام این فاضل آبا دارن الان ما آب خوردیم حالمون بد شده الان به اصطلاح 4 روز ما داریم آب معدنی میگیریم یکم وضع حال ما بهتر شد من نوه‌مو بردیم که بیمارستان همین ابوذر هر کاری کردیم یه راه باشه که این بچه را تو بیمارستان ببریم فاضل آب راه نداد هر چی تاب خوردیم نتونستیم اخیر تو خود همون فاضل آب راه رفتیم تو بیمارستان تکلیف ما چیه مادر عزیزم فکر خودتون باشه شما خواستین اینجا زندگی کن خانواده‌هاتون انشالله که خواهش میکنم به فکر مردم اهواز باشین به فکر اهواز باشین فکر خودتون باشین دیگه الان من نفس ندارم همش با کمان کمپس و هم با این دریای میزنم تو هوا بتونم